زوال جهان اسلام یک پیشبینی. نویسنده حامد عبدالصمد. مترجم ببینیاز داریوش. AvogeBook.com یوسف کورباژ و امانوئل تود در کتاب مشترک خود انقلاب وقف ناپذیر از طریق آمار نشان دادند که نرخ زاد و ولد در جهان اسلام شدیداً رو به کاهش است. مثلا در سال 1975 یک زن مسلمان به طور میانگین 6 الی 8 بچه به دنیا می‌آورد، در صورتی که در سال 2005 این میانگین به 3 الی 7 بچه کاهش یافت. در کشورهای مانند ایران و تونس حتی نرخ تولد تا سطح کشور فرانسه تنزل یافته است. نویسندگان معتقدند که این فرایند با باسوادی جامعه به ویژه باسوادی زنان رابطه مستقیم دارد. البته همین فرایند باعث به هم ریختن تعادل سنتی و ساختارهای خانوادگی نیز می شود. هر جا که زنان خواندن و نوشتن فرا می گیرند، مستقل از توسعه و رشد اقتصادی، نرخ زایش پایین می آید. البته کاهش زایش در هر فرهنگ موجب بحران هویت یا افسردگی جمعی می شود. نویسندگان کتاب نامبرده بین کاهش رشد جمعیت و از همپاشیدگی دیانت یک رابطه مستقیم برقرار می کنند و این را تنها در رابطه با کشورهای اسلامی نمی گویند. حتی در اروپای غربی، روسیه و چین نیز کاهش دیانت پیامد بلاواسطه کاهش نرخ زایش بوده است. در مورد اسلام اما کاهش دیانت پیش شرط مدرنیزاسیون جمعیتی نیست، بلکه به عکس عمل می کند. زیرا اسلام مانند کاتولیک ها اصولاً مخالف استفاده از وسایل جلوگیری نیست. از نظر این دو نویسنده پیشروی اسلامگرایان فقط یک حرکت لحظه‌ای است و پایان تاریخ اسلام نیست. به اعتقاد آنها بنیادگرایی اسلامی دفاع اضطراری یک دین به تنگنا افتاده است که مدافعان خود را به صحنه فرا می‌خواند. آنچه این دو نویسنده مورد توجه قرار نمی‌دهند این است که بنیادگرایی اسلامی یک پدیده جدید نیست، بلکه همواره یک استراتژی تکراری مسلمانان بوده است. البته این ارزیابی آنها که مسئله اسلام امروز یک بحران گذراست درست میباشد. زیرا در پایان قرن 19 نیز مدرنیزاسیون جوامع اروپایی جنبه‌های تاریک خود را به معرض نمایش گذاشت. به موازات سوادآموزی توده‌های مردم و آگاهی بیشتر آنها، ناآرامی‌های اجتماعی و سردرگمی‌های شدید روانی نیز پدیدار می‌شوند. نویسندگان پژوهش‌های امیل دورکهایم در سال 1897 را نقل می‌کنند که طبق آن ارتباط بین نرخ فزاینده خودکشی و افزایش باسوادی را در جامعه فرانسه آن زمان نشان می‌دهد. همچنین در چین امروز و هند می‌توان ارتباط بین خودکشی و رشد اقتصادی را نشان داد. ولی اشتباه نویسندگان این است که آنها خودکشی را با بمبگذاری‌های انتحاری تروریست‌های مسلمان مقایسه می‌کنند. زیرا همه مطالعات و پژوهش‌های جامعه شناختی و روانشناختی در خصوص انگیزه‌های تروریست‌ها نشان می‌دهند که اختلالات ذهنی و روانپریشی در این موضوع نقشی ندارند. زیرا در اینجا عاملان تروریست از روی اعتقادات خود عمل می‌کنند و نه حتماً به این دلیل که از زندگی خود خسته شده‌اند. با این وجود این ارزیابی که سواد آموزی و مدرنیزاسیون جامعه را از حالت تعادل اولیه خود خارج می‌کند و دگرگونی‌های سیاسی به همراه دارد قابل درک است، چیزی که انقلابات انگلستان، فرانسه و روسیه نشان دادند. در اندونزی نیز پیش از آنکه فرایند دموکراسی سازی آغاز شود، آموزش اقشار وسیع مردم با فوران خشونت توأم بوده است. زیرا پسرانی که خواندن و نوشتن می‌دانند، اغلب اتوریته والدین خود را نمی‌پذیرند و می‌خواهند راه خود را تجربه کنند. این مورد البته هنوز متأسفانه برای زنان مسلمان صادق نیست. در ضمن مسئله اصلی سواد آموزی نیست، بلکه مهم این است که جوانان چه متونی مطالعه می‌کنند. در کنار کتاب نامبرده علائم علمی قرآن، در اکثر کتاب فروشی‌های قاهره تا کازابلانکا مقادیر زیادی کتاب‌های مذهبی وجود دارد که قیمتشان از کتاب‌های سیاسی و رمان 10 بار ارزان‌تر است. اکثر این کتاب‌ها با یارانه‌های نفتی چاپ می‌شوند و تبلیغ ایدئولوژی افراطی وهابی درباره کافران پلید و عذاب جهنم است. جوانان مسلمان شبه تحصیل کرده که سرخورده جنسی و ناراضی از وضعیت اقتصادی هستند، خریدار اصلی و بلنده این کتاب‌ها می‌باشند. برخلاف بیسوادان، این افراد به متن قرآن دسترسی دارند.
چیزی که قبلا در انحصار علمای دین بوده است. ولی آنها فاقد یک تفکر تحلیلی هستند که بتوانند از خود در برابر اصول خشک و عوام‌فریبی گروه‌های افراطی محافظت کنند. در عین حال هیچ کس مانند همین نسل جوان در معرض وسوسه‌های مدرن و مصرفگرایی قرار نگرفته است. عبدالوهاب مدب از آمریکایی شدن مدرنیته سخن می‌گوید که امکان مشارکت فعال مردم را در مصرفگرایی جامعه مصرفی می‌دهد، بدون آنکه این مصرف کنندگان بتوانند روح و فرهنگ خود را اصلاح نمایند. این همزمانی افراط‌گرایی و آمریکایی شدن بیماری روانگسیختگی مسلمانان را حادتر می‌کند و جهان عرب را از درون می‌خورد و می‌پوساند. واقعیت این است که در جهان اسلام فرایند فردگرایی آغاز شده است. پسران به تدریج خود را از اسلام سنتی والدین خود که اتوریته را ستایش می‌کنند آزاد می‌سازند. ولی این مردان جوان در بازار دین و ایدئولوژی چه آلترناتیوهایی می‌بینند؟ از آنجا که ساختارهای جامعه مدنی موجود نیست، اغلب این افراد به دام آن گروه‌های افراطی می‌افتند که به اسلام به مثابه یک انقلاب می‌نگرند. البته نه یک انقلاب علیه تفکر کهنه، بلکه علیه کفار. من هم با ارزیابی یوسف کورباژ و امانوئل تود که می‌گویند دیانت در جهان اسلام رو به افول است و مسلمانان هرچه بیشتر در ناسازگاری با وضع موجود قرار می‌گیرند موافق هستم. ولی صرف نظر از اینکه نمی‌توان توسعه فرهنگی را فقط با آمار بیان کرد، باید گفت که سوادآموزی و فردگرایی تا زمانی که بر بستر ساختارهای دموکراتیک قرار نگیرد، به تنهایی برای تغییر اساسی یک جامعه کافی نیست. از همپاشیدگی ساختارهای کهن می‌تواند حتی با آزاد کردن انرژی تبهکارانه و هرج و مرج منجر شود. البته باید گفت که امانوئل تود یکی از نویسندگان این کتاب در گذشته یک مورد را بسیار خوب دیده بود. او بود که فروپاشی شوروی را در زمانی پیش بینی کرد که هیچ کس احتمال آن را نمیداد. خیلی خوشحال خواهم شد اگر پیش بینی او درباره مدرنیزاسیون شتابان اسلام متحقق شود، ولی عقل من میگوید که این آرزویی بیش نیست. بین رنسانس و افراط‌گرایی یا مسلمانان در غربت. زوال اسلام به طور غیر مستقیم از سوی خود محمد پیش بینی شده بود. محمد نوزایی اسلام در یک محیط بیگانه را این گونه پیشگویی می‌کند: اسلام در غرب زاده شد و دوباره در غرب متولد خواهد شد. این پیشگویی او به دو شکل تعبیر می‌شود. مسلمانان اصلاح طلب در این سخن محمد این امید را به خود می‌دهند که اصلاح و لیبرال کردن اسلام در غرب روی خواهد داد. یکی از نمایندگان فکری این نظریه، طارق رمضان، اسلام شناس و فیلسوف ساکن لندن است که خواهان اصلاحات اساسی اسلام است و می‌گوید فقط با پذیرش یک هویت چندگانه است که می‌توان این امکان را برای مؤمنان فراهم ساخت تا همزمان مسلمان و اروپایی باشند و بتوانند در اروپا به طور عادی زندگی کنند. ولی اصلاحات اساسی او فقط یک داروی آرامبخش برای خاموش کردن آن بحث‌ها و مجادلاتی است که همکنون پیرامون اسلام پدید آمده است. البته در نظریه این اسلام شناس مسئولیت و خدشه‌ناپذیری قرآن و محمد به قوت خود باقی می‌ماند. او می‌گوید آیه‌های کتاب مقدس را نمی‌توان از بین برد و به همین دلیل نمی‌توان برنامه‌ها و دستورالعمل‌های شریعت را که برای هدایت زندگی مسلمانان تنظیم شده مورد شک و تردید قرار داد. البته قصد او بازگشت به شریعت نیست. او می‌گوید باید نیات و اهداف شریعت را که عدالت و صلح است تشخیص داد و حفظ نمود. نه تنها شخصیت کاریزماتیک این فرد، بلکه این واقعیت که او نوه حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین است، باعث شده که او در اروپا هواداران بسیاری پیدا کند و بسیاری از سیاستمداران اروپایی و برگزار کنندگان همایش‌های فرهنگی او را به عنوان مهمترین کارشناس اسلام بپذیرند. به نظر من گفتمان رمضان نه تنها راه حلی برای مشکلات کنونی اسلام ارائه نمی‌دهد، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. زیرا او فقط این توهم را به وجود می‌آورد که گویا بحثی پویا در جریان است، در صورتی که او عملاً فقط همان برنامه‌های کهنه و مصرف شده همیشگی را ارائه می‌دهد. او معمولاً از واژه تغییر استفاده می‌کند، ولی به جای تضعیف تفکر سنتی جا افتاده به تقویت آن می‌پردازد. اینجا می‌توان برنامه‌های رمضان را با جنبش گولن ترک‌ها که مرکز آن در آمریکاست مقایسه کرد.
هدف این جنبش تقویت آموزش اسلامی و آشتی اسلام با علم است. عده‌ای آن را یک جنبش ترقیخواه می‌پندارند و عده‌ای دیگر بر این باورند که این یک جنبش بنیادگرانه در جامعه مدرن است. ظاهراً این جنبش که توسط فتح الله گولن پایه‌گذاری شده است، چند میلیون هوادار در ترکیه، آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای مسلمان جدا شده از شوروی سابق دارد و بیش از 1000 مدرسه مذهبی در کشورهای گوناگون برپا کرده است. خانم نجلا کلک، یکی از منتقدان اسلام، میگوید که مؤسس این جنبش دارای تفکر خشک اسلامی و ارتجاعی است و اهداف بلندپروازانه سیاسی را دنبال می‌کند. در پاسخ به نهادینه کردن اسلام که توسط مساجد و انجمن‌های اسلامی محافظه‌کار صورت می‌گیرد، به ابتکار افراد روشنفکر جمعیت‌های گوناگونی شکل گرفته که هدفشان جذب مسلمانان سکولار و لیبرال است. ابتکارات زنان مسلمان سکولار در فرانکفورت و مجمع اسلام مترقی در زوریخ 2 نمونه از آن است. البته به نظر می‌رسد که هواداران مسلمانان سنتی و متعصب در اروپا بیش از هواداران رمضان، گولن و انجمن‌های سکولار باشند. تعبیر اینها از گفته پیامبر درباره نوزایی اسلام در غربت بنیادگرانه و نظامیگرانه است. در یک مسجد در پاریس شاهد بودم که امام مسجد سخنان محمد را اینگونه تفسیر کرد: حاکمان کشورهای اسلامی مسلمان نیستند و به همین دلیل مؤمنان را سرکوب می‌کنند. حاکمان اینجا در اروپا هم مسلمان نیستند، ولی اجازه می‌دهند که ما تا اندازه‌ای مراسم دینی خود را به جا آوریم. اینجا می‌توانیم بدون ترس از بازداشت و زندان دور هم جمع شویم. به همین دلیل نباید به دنبال درگیری با این نظام‌ها باشیم. ما باید از این آزادی استفاده کنیم تا بتوانیم خودمان را دوباره سازماندهی کنیم. تولد دوم اسلام در اینجا رخ خواهد داد و وقتی خدا اینجا پیروز شد، کفار دسته دسته به اسلام روی خواهند آورد. اسلام هم بر بستر مهاجرت در مدینه متولد شد. مسلمانان در آنجا غریبه و ضعیف بودند، ولی بعدها توانستند پیش از آنکه به مکه بازگردند با کمک الله دولت الهی خود را برپا کنند. ما هم می‌توانیم یک اسلام قدرتمند به کشورهای اسلامی صادر کنیم. این دینی است که ما نسبت به برادران مظلوم خود در کشورهامان به گردن داریم. سخنان امام پاریسی مرا به یاد سخنرانی رجب طیب اردوغان پیش از نخست وزیر شدنش می‌اندازد. او در سخنرانی خود اینگونه تأکید کرد دموکراسی یک قطار است که او سوارش شده تا به هدف خود برسد. مساجد، پادگان‌ها، مناره‌های مسجد، نیزه، گنبدها، کلاهخودها و مسلمانان مومن سربازان اسلام هستند. به نظر من درست مشکل اصلی مسلمانان مهاجر در اروپا و آمریکای شمالی در همین نکته قرار دارد. به جای اینکه از آزادی‌های موجود در اروپا استفاده کنند تا خود را از طرز تفکر استبدادی و بلندپروازی‌های حاکمیت جهانی رها سازند و یک الهیات نوین بر پایه خرد شکل دهند، از ابزار دموکراتیک بهره‌جویی می‌کنند تا مبانی دموکراسی را سوس و تضعیف نمایند. در کانادا و بریتانیا سالیان سال است که مسلمانان برای اجرای احکام شریعت، حداقل اجرای بخش‌هایی از آن، مبارزه می‌کنند. طبق یکی از گزارش‌های روزنامه گاردین، در حال حاضر 85 دادگاه شرعی به عنوان بخشی از نظام قضایی بریتانیا انجام وظیفه می‌کنند. مسلمانان متعصب نمی‌توانند بفهمند که بسیاری از مهاجران کشورهای اسلامی درست به دلیل وحشیگری شریعت است که کشورهای خود را ترک کردند. البته آنها تأکید می‌کنند که خواهان به اجرا درآوردن شریعت نرم در غرب هستند، یعنی بدون سنگسار و قطع دست. آنها مدعی هستند که سمتگیری شریعت مورد نظرشان اساساً معطوف به کشمکش‌ها و مشکلات خانوادگی مسلمانان در اروپا است. ولی در پس این تفکر این درک نهفته است که قوانین مدنی کشورهای غربی در این حوزه ناقصند. به اعتقاد من این درک قوانین خانوادگی اسلامی را نسبت به قوانین مدنی برتر اعلام می‌کند، بسیار خطرناکتر از اعلام اعتقاد به شریعت کامل است. از این رو به نظر من تنها راه نه شریعت نرم بلکه اسلام نرم است، یعنی اسلام بدون شریعت و جهاد. بسیاری از مسلمانان در غربت به جای آنکه زندگی در غرب را به عنوان یک محرک برای نوسازی واقعی تفکر اسلامی مورد استفاده قرار دهند تا بعدها آن را به زادگاه اصلی خود صادر کنند، تفکر منسوخ وارداتی خود را که هویت نامگذاری می‌کنند در فریز سنتی حفظ و محافظت می‌کنند.
آنها به جای آنکه به عاملان و نقش آفرینانی تبدیل شوند که جهان اسلام را از انزوا بیرون آورند و به عنوان میانجیگران فرهنگی عمل نمایند، هرچه بیشتر خود را منزوی می‌کنند و حتی در اروپا مذهبی‌تر و دوآتیشه‌تر از مسلمانان کشورهای خود زندگی می‌کنند. مقررات سخت اخلاقی و شیوه زندگی آشتی‌ناپذیر و ناب اسلامی پدیده‌های آشکار در میان مهاجران مسلمان هستند. تلاش‌های مسلمانان در اروپا برای ایجاد جوامع بسته و موازی از سوی بسیاری از اروپاییان مانند اسقف کانتربری ویلیامز مورد حمایت قرار می‌گیرند. او نیز از اجرای شریعت در بریتانیا استقبال می‌کند. البته باید گفت که حمایت او نه به دلیل هم نوع دوستی مسیحی، بلکه فقط برای آن است که نفوذ کلیسا را در قوه قضاییه و سیاست تقویت کند. حرکتی مشابه نیز از سوی روشنفکرهای چپ اروپا ولی از زاویه دیگر صورت می‌گیرد. آنها نقد اسلام در اروپا را با نژادپرستی در یک ردیف قرار می‌دهند و بدین ترتیب فرهنگ جدل و کنکاش را تنگتر و متشنج‌تر می‌کنند. به جای اینکه با استدلالات برخورد شود، سریعاً جلوی بحث‌ها گرفته می‌شود. مناظرات بر سر کتاب زاراسین و ممنوعیت ساختن مناره در سوئیس این را به خوبی نشان داده است. تا کسی اسلام را نقد می‌کند، نقدش به عنوان چیزی تشنج آفرین و آب به آسیاب خارجی ستیزان ریختن تعبیر می‌شود. مقایسه بین نقد اسلام و یهود ستیزی یک استدلال نمونه‌وار است. مخالفان نقد اسلام با اتکا به حوادث وحشتناک 70 سال پیش در آلمان تلاش می‌کنند وضعیت مسلمانان کنونی در اروپا را با یهودیان آن زمان هم ارز و همسان وانمود کنند. آنها استدلال می‌کنند که در آن زمان نیز یهود ستیزان مردم را از یهودی شدن اروپا می‌ترساندند و امروز اسلام ستیزان از خطر اسلامی شدن غرب سخن می‌گویند. من هم مسلمانان را با یهودیان در اروپا مقایسه می‌کنم، ولی به اروپای سده 18 و 19 باز می‌گردم. موضوع بحث من تبعیض و طرد اجتماعی یهودیان نیست، چیزی که بدون شک وجود داشته است، بلکه بر سر این است که چگونه یهودیان توانستند دیوارهای انزوای خود را بشکنند و جای پای خود را به عنوان شهروند جوامع اروپایی محکم کنند. شکی نیست که فشار جامعه بر یهودیان بسیار سنگین بود و سیاست حاکم از یهودیان می‌خواست که به مشاغل نوین رو بیاورند و با ظاهری متناسب با جامعه در عرصه عمومی نمایان شوند. ولی خود یهودیان نیز برای آموزش و رفاه اقتصادی خود مشارکت فعالانه داشتند و دست به ابتکارات فراوانی زدند. آنها ساختارهای شغلی خود را تغییر دادند و هرچه بیشتر به مشاغل مدنی مدرن مانند پزشکی و وکالت رو آوردند. پیش شرط دستیابی به چنین مشاغلی آموزش خوب و تسلط بر زبان آلمانی بود. در آن زمان مانند امروز چیزی مثل برنامه‌های حمایتی یادگیری زبان و یا برنامه‌های جذب اجتماعی برای اقلیت‌های غیر آلمانی وجود نداشت. یک عالم دینی مانند موسی مندلسون به همدینان خود تنها تلمود یاد نمی‌داد، بلکه آلمانی و فلسفه نیز جزو برنامه‌هایش بود. از این فرایند هاسکالا یعنی اصلاح‌گرایی دین یهود بیرون آمد. شاید گفته شود که این فرایند نفعی برای یهودیان نداشته و آنها علیرغم تلاش‌هایشان قربانی جنون نژادی شدند. البته این استدلال کاملا نادرست است، زیرا رهایی یهودیان از قیود دینی هیچ ربطی به هولوکاست ندارد. در ضمن هاسکالا برای یهودیانی که به آمریکا و فلسطین مهاجرت کردند خیلی مفید واقع شد. یهودیان توانستند در آنجا با کمک همین گنجینه فکری جوامع علمی و دموکراتیک خود را پایه‌ریزی کنند. آنچه که مندلسون به یهودیان یاد داد این بود که آنها در خانه یهودی باشند و در بیرون آلمانی. من این نگرش را در نزد بسیاری از مسلمانان نمی‌بینم، چون آنها در این توهم هستند که هویت اسلامیشان نسبت به هر هویت دیگر با ارزش‌تر و والاتر است. به همین دلیل برای مسلمانان خیلی سخت است از نمادهای دینی خود مانند حجاب در عرصه عمومی صرف نظر کنند. پس از نتیجه رفراندوم در خصوص ساختن مناره مسجد در سوئیس و سوء قصد نافرجام علیه کاریکاتوریست دانمارکی کورت وسترگارد، این امید را داشتم که بالاخره یک فرهنگ مباحثه سالم و غیر متشنج درباره اسلام و مهاجران مسلمان آغاز خواهد شد. امید من توسط یک رشته برنامه‌های فرهنگی در رسانه‌های کشورهای اسلامی تقویت شد و این بار رسانه‌ها تلاش کردند که صنعت تولید خشم را به راه نیندازند و بیشتر بر تعقل و احتیاط تأکید کنند.
هفته‌نامه مصری الیوم السابع حتی در یک گزارش انتقادی به سرزنش مسلمانان ساکن اروپا پرداخت که با رفتار و شیوه زندگی خود باعث شدند که اروپایی‌ها نسبت به اسلام برخوردی امتناع‌آمیز داشته باشند. ظاهراً اولین جوانه‌های نقد اسلام این امیدواری را تقویت می‌کرد که فرایند فکری مسلمانان در خصوص نواقص و اهمال‌کاری‌های خودشان به تدریج رو به تکوین است. و در اروپا البته در این اثنا چند مقاله یا برنامه در رسانه‌های جا افتاده منتشر گردید، ولی چیزی نگذشت که نگرانی‌های من مورد تایید قرار گرفت. در اروپا تولید پوزه‌بند خیلی سریعتر از ارائه برهان صورت می‌گیرد. تنها در 14 ژانویه 2010 روزنامه سوددویچه سایتونگ و تاکس اشپیگل برلین 2 مقاله بیرون دادند که گویی هر دو از سوی یک نفر نوشته شده بود. در مقاله روزنامه سوددویچه سایتونگ تحت عنوان واعظان تنفر پراکن ما، نویسنده آن توماس اشتاینفلد منتقدان اسلام مانند هنریک امبرودر و نجلا کلک را با بنیادگران مسلمان در یک ردیف قرار می‌دهد. تمام این نوشتار حداقل در آهنگش مانند یک کپی برداری از مقاله کلاودیوس زایدل در فرانکفورت آلگمانه زونتاگ سایتونگ به تاریخ 10 ژانویه 2010 است. در تاکس اشپیگل برلین به تاریخ 14 ژانویه 2010 نویسنده مقاله آقای آندره آسفلیچ از نقد تند اسلام توسط مسلمانان تعجب می‌کند و این نقد را جنگ سرد روشنگران می‌نامد. نوشته‌های بعضی از منتقدان اسلام مانند اسلامشناس مقیم آمریکا ابن وراق و دبیر شورای مرکزی مسلمانان سابق مینا احدی و نگارنده حامد عبدالصمد از نظر آقای فلیچ کینه‌ورزی‌های کهنه است که اصلاً ربطی به روشنگری ندارد. آنچه آقای فلیچ در سطور نانوشته خود می‌خواست بیان کند این است: این ما هستیم که تعیین می‌کنیم چه چیزی نقد یا روشنگری است. مسلمانانی که دفتر و قلم به دست می‌گیرند و می‌خواهند نظرات خود را بیان کنند وجود ندارند و نباید هم وجود داشته باشند. به همین دلیل ما آلمانی‌ها باید این مسئولیت را به عهده بگیریم تا از مسلمانان در مقابل خودشان محافظت کنیم. خیر، خیلی ممنون آقای فلیچ. ما ترجیح می‌دهیم که خودمان را شفا بدهیم. شاید در پس چنین مقالات و نوشتارهایی نیتی خوب نهفته باشد، ولی به هیچ وجه به ما مسلمانان کمکی نمی‌کند تا بتوانیم یک بحث و مجادله صادقانه را پیش ببریم و از رغبت خود بیرون بیاییم. به عکس، چنین انتقادات و اتهاماتی فقط نظریه‌های سمج توطئه را تایید می‌کنند و مظلومیت ادعایی مسلمانان را استحکام می‌بخشند. شاید بعضی از نقدها به اسلام تند یا تحریک‌آمیز باشد. من شخصاً با همه نقدها موافق نیستم. مثلا آنچه هنریک امبرودر یا نجلا کلک میگویند، من هم به سبک و روش آنها انتقاد دارم. ولی با این حال مسئله اسلام چگونگی نقد این انسانها نیست. نقد این افراد مانند آینه‌ای است که بخشی از مشکلات درون اسلام را بازتاب می‌دهد. مشکل اصلی در خود اسلام حق طلبی‌های غیر واقعی و نگرش‌هایش به جهان است. نسبی‌گرایی و مرهم بر زخم نهادن دستورالعمل‌های درستی نیستند. یک ضرب‌المثل قدیمی مصری می‌گوید: دوست واقعی تو را به گریه می‌اندازد و به همراه تو می‌گرید، ولی کسی که تو را می‌خنداند و در دلش به تو می‌خندد دوست تو نیست. کسی که مسلمانان را واقعاً جدی می‌گیرد باید نقد اسلام را بپذیرد و پیش ببرد. کسی که می‌خواهد همسط با آنها حرف بزند باید با آنها صادق باشد و با آنها مانند معلولان برخورد نکند. اگر کسی انسان‌هایی را که معلول نیستند معلول پندارد به اندازه کافی خطا رفته است. ولی بدتر از آن این است که آدم بخواهد ادای معلولان را در بیاورد تا مثلا همبستگی خود را با آنها نشان دهد. واقعیت این است که اکثر مسلمانان مقیم کشورهای غربی در انجمن‌ها و نهادها سازماندهی نشدند و برایشان نه لیبرال شدن اسلام مهم است و نه کاهش گرایشات افراطی مسلمانان در غربت. حق آنهاست که زندگی خود را اسلامی تعریف نکنند و لزومی نبینند که به خاطر اعمال اسلامگرایان پوزش بطلبند. ولی درست در میان همین مسلمانان کسان بسیاری هستند که از نقد اسلام رنجیده می‌شوند. به جای برخورد با مشکلات و مسائل واقعی این دین، این افراد تلاش می‌کنند تصویر اسلام را در عرصه عمومی خوب جلوه دهند. آنها هیچگاه از این انتقاد نمی‌کنند که چه بلایی مسلمانان بر سر خود مسلمانان می‌آورند. فقط زمانی فریادشان بالا می‌رود که اسلام از بیرون مورد نقد قرار می‌گیرد.
بدون شک در سالهای اخیر به ویژه از زمان 11 سپتامبر 2001 هم به دلیل سیاست‌های غرب و هم به دلیل سیاست کشورهای اسلامی ما با افزایش اسلامگرایی در میان مهاجران روبرو هستیم. اگر تا سالهای 90 سده 20 مسئله و موضوع سیاست کشورهای اروپایی در ارتباط با مهاجران کارگران مهمان بوده است، از آغاز سده 21 به جای آن از مسلمانان در آلمان حرف زده می شود. در حال حاضر به نسبت گذشته در آلمان مسلمانان بیشتری بر هویت اسلامی خود تاکید می کنند و برای نشان دادن نمادهای اسلامی خود ارزش بیشتری قائل هستند. در پس این پدیده جدید نه نیرومندی اسلام که عمدتاً نامطمئنی و تزلزل مهاجران مسلمان نهفته است. به همین دلیل موضع آنها نسبت به کشمکش‌های جاری در کشورشان اغلب غیر طبیعی و اغراق‌آمیز است. برخلاف هموطنانشان در داخل کشور که برخوردشان با مشکلات واقعی‌تر و منطقی‌تر است، نگاه و تعبیر مسلمانان در غربت به مسائل درونی کشورشان احساساتی و مبالغه‌آمیز است. مثلا مسئله خاور نزدیک را در نظر بگیریم. در این مورد ما شاهد برخوردهای سازش‌ناپذیر محافل مسلمان و یهودی در آمریکا و اروپا هستیم. در زمانی که مردم درگیر در منطقه با هم در حال مبارزه و مذاکره هستند تا به راه حل‌های عملی برسند، مسلمانان و یهودیان در غربت تقریباً به گفتگو اعتقاد ندارند و یک صلح منطقی را امکان پذیر نمی‌دانند. در زمانی که در اسرائیل به طور مرتب هزاران نفر به خیابان می‌روند و دولت را برای ترک مناطق اشغالی زیر فشار می‌گذارند و خواهان خالی کردن آبادی‌های یهودی نشینی هستند، یهودیان خارج از اسرائیل هیچ انتقادی به سیاست‌های دولت اسرائیل نمی‌کنند. با اینکه تعداد یهودیان در غربت نسبت به یهودیان خود اسرائیل بیشتر است. در برابر این پرسش من که چرا انسان‌ها در غربت احساساتی‌تر و سازش‌ناپذیرتر از آدم‌های داخل کشور هستند، آوی پریمور، سفیر سابق اسرائیل در آلمان پاسخ داد: کسانی که در غربت زندگی می‌کنند وجدانی ناراحت دارند. آنها به خود می‌گویند وضع ما در اینجا خوب است. ما حق نداریم به مردم اسرائیل بگوییم که چی خوب است و چی بد. ما باید فقط از آنها پشتیبانی کنیم. هزاران فلسطینی وجود دارند که روزانه برای کار کردن به اسرائیل می‌روند. یک دانشجوی فلسطینی بورسی که در یک جلسه در شهر بن با او برخورد کردم، این افراد را خائن و همکار صهیونیست‌ها نامید. تقصیر همین آدم‌هاست که ما تاکنون نتوانستیم کشور مستقل خود را درست کنیم. آنها به خاطر اندکی پول آرمان‌های ما را می‌فروشند. امروزه روستاییان بوسنی به روستاهای سرب می‌روند تا ذرت ارزان قیمت بخرند. بسیاری از آنها در جنگ با سرب‌ها اعضای خانواده یا خویشاوندان خود را از دست دادند. با این وجود زندگی ادامه می‌یابد. زیرا پرسش اصلی و ساده برای انسان‌ها این است که چگونه می‌توانند شکم فرزندان خود را سیر کنند. یک فرد بوسنی که به هنگام آغاز جنگ خانه و کاشانه خود را رها کرده بود و به خارج آمده، به من گفت که او اصلا نمی‌تواند تصور کند که روزی بتواند با یک سرب دست بدهد یا قدم در خاک صربستان بگذارد. چنین نگاه متعصبانه‌ای اغلب اوقات با دیانت اغراق‌آمیز آمیخته می‌شود و بیان خود را در یک بازگشت نمادین به زادگاه اصلی نشان می‌دهد. این نگاه متعصبانه غربت نشینان نقش یک تاوان را برای فرد غربت نشین ایفا می‌کند، زیرا او همواره این احساس را دارد که به زادگاه و خانواده خود پشت کرده است. معمولاً مهاجران با یک برنامه معین به خارج می‌روند و چندان علاقه هم به اوضاع و احوال جاری در کشور مهمان ندارند. البته کشور مهمان هم چندان علاقه‌ای به برنامه زندگی مهاجران ندارد. تنها چیزی که از آنها انتظار می‌رود این است که مهاجرانی وفادار باشند و به وظایف شغلی خود درست عمل کنند. اکثر مهاجران حتی پس از یک اقامت طولانی توانایی تحقق آرزوهای خود را ندارند و ناکام باقی می‌مانند. آرزوهایی مانند ثروت، آزادی، استقلال و مشارکت در جامعه فقط برای تعداد اندکی متحقق می‌شود. برای مهاجران جدید تنگ دست، مناسبات فقر و ثروت چندان تغییری نمی‌کند. حتی اگر زندگی آنها نسبت به زندگی گذشتهشان در زادگاه خود بهتر باشد، ولی در اینجا باز هم جزو فقیرتران هستند. تا زمانی که مهاجران مسلمان در اروپا از تضمین شغلی برخوردار بودند، به فکر ساختن مساجد بزرگ و نمادین نمی‌افتادند. درست پس از آنکه بخش بزرگی از کارگران مهمان به بیکاران مهمان تبدیل شدند، به صرافت ساختن عبادتگاه‌های با شکوه افتادند تا حضور خود را در اروپا اثبات کنند. برای این اقدام یک توضیح روانشناختی قابل فهم وجود دارد.
از آنجا که اکثر مهاجران نمی‌توانند با آموزش یا رفاه سطح بالا عضویت و مشارکت خود را در جامعه نشان دهند، می‌خواهند این کمبودها را از طریق ساختن مساجد جبران نمایند. عده‌ای از آنها توانایی خرید BMW بزرگ را دارند و عده دیگر برای اینکه نشان دهند در غربت کاری انجام دادند، در ساختن مساجد شرکت می‌کنند. تا زمانی که اکثریت مهاجران شوق داشتند، وقت فکر کردن به چنین پروژه‌هایی را نداشتند. عجیب آن است که ساختن مسجد نه فقط از سوی مهاجران که از سوی سیاستمداران اروپایی به عنوان علامت جذب اجتماعی تعبیر و درک می‌شود. صرف نظر از اینکه وجود مساجد باشکوه بازتاب دهنده مناسبات زندگی اکثریت مهاجران نیست، ساختن آنها را هم نمی‌توان آغاز فرایند انتگراسیون تلقی نمود. فقط زمانی که مهاجران سهمی از آموزش و رفاه ببرند، آنگاه می‌توان مساجد نمادین را به عنوان پیامد و اوج این فرایند انتگراسیون تعریف کرد. فقط در چنین شرایطی است که آنها دیگر با مقاومت و امتناع اکثریت جامعه روبرو نخواهند شد. انسان در غربت به یک اقلیت فاقد امتیاز تعلق دارد. وابستگی‌های گوناگون او به کشور مهمان مانند تمدید اقامت، روند پناهندگی، وابستگی به کارفرما یا نیاز به کمک‌های اجتماعی سرنوشت او را رقم می‌زند. این وابستگی‌ها غرور مرد شرقی را خدشه‌دار می‌کند. شاید بتوان به جای واژه غرور مردانگی را به کار برد. زیرا واژه مرد و غرور در بسیاری از مفاهیم عربی به هم جوش خورده‌اند. جایگاه حاشیه‌ای دین در جوامع اروپایی و برخورد روشن و بخردانه اروپاییان با نمادهای مقدس بسیاری از مسلمانان را که به مصونیت مقدسات دینی اعتقاد دارند به وحشت می‌اندازد. یک بار یک دانشجوی عرب با عصبانیت درباره یکی از همکلاسی‌هایش که جوکی درباره عیسی و بارداری قدیسانه مریم گفته بود برایم تعریف کرد. این دانشجوی عرب که طبق قرآن عیسی و مریم را به عنوان افراد مقدس می‌نگرد، گفت: چگونه یک جامعه می‌تواند دین ما را بفهمد و محترم بشمرد وقتی نسبت به دین خود درک و احترام ندارد؟ به او گفتم که در اروپای روشن و خردگرا همه چیز زیر ذره‌بین نقد می‌رود. دانشجوی عرب از این روش تمجید و تعریف کرد ولی ادامه داد: اما من نمی‌توانم مبانی دین و فرهنگم را زیر علامت سوال ببرم. نقد یک اعتیاد است، یک بیماری اروپایی است که هیچ کس را نمی‌تواند شفا دهد. من حاضرم همه چیز را تحلیل کنم و بفهمم، ولی هرگز حاضر نیستم از ایمان خود صرف نظر کنم. ایمان یک مسئله اعتماد است. اگر بخواهم همه چیز را بفهمم، پس دیگر اعتماد به چه درد می‌خورد؟ زندگی مسلمانان در اروپا یک تناقض در خود است. آنها مجبورند به عنوان اقلیت در یک جامعه غیر مسلمان و سکولار با دگرگونی‌های پرشتاب زندگی کنند. پیامد این وضعیت یک شکاف بزرگ بین رسوم وارداتی آنان و هنجارهای اروپایی است. در اینجا دین به یک نماد هویتی تبدیل می شود و مهاجرت به تبعید ارتقا پیدا می کند و به آن جنبه معنوی ویژه داده می شود. بر همین بستر اهمیت مذهب برای مهاجران مسلمان افزایش می یابد و به تدریج هویت، تعلق گروهی و احساس امنیت به محور زندگی آنها تبدیل می شود. و چنین می شود که دیگر نمی توان دین، وابستگی به زادگاه، هویت اتنیکی و فرهنگی را در غربت از یکدیگر جدا ساخت. دین در غربت به زادگاهی تبدیل می شود که مسلمانان نمی توانند در آن زندگی کنند، ولی خود می تواند در مسلمانان زندگی کند. دین در غربت جانشین امت می شود. دینداری در محافل مهاجران محافظه‌کار برای آدم احترام و اعتبار به همراه دارد و همزمان امکان بازگشت نمادین به ایل و تبار و زادگاه را فراهم می سازد. نمونه‌های چسبیدن به میراث دینی در غربت کم نیستند. پروتستان‌های آلمانی که در اواسط سده 19 به جنوب شیلی مهاجرت کردند و در آنجا در وسط منطقه آروکان آبادی‌های خود را برپا ساختند، نقش مسیحیت کاتولیک در میان ایرلندی‌ها در آمریکا یا نقش جماعت‌های یهودی که در بخش‌های غربی و شرقی جهان پراکنده بودند تا تشکیل دولت اسرائیل. ولی هر اقلیتی مجبور است روزی از روی سایه خود بپرد و راههایی را پیدا کند تا بتواند از انزوا بیرون آید و سرانجام با محیط بیگانه کنار بیاید. خانم سوکی یک ژاپنی است و یک مغازه آسیایی آنلاین در شهر کوچک روزنهایم در ایالت باواریا دارد. وقتی او 10 سال پیش به همراه همسرش به آلمان آمد، یک کلمه آلمانی نمی‌دانست. او میگوید هر وقت که در ایستگاه راهم بودم از شنیدن بلندگوها ترس برم می‌داشت، چون هیچ چیز نمی‌فهمیدم. وقتی آدم زبان محیط زندگیش را نشناسد، به طور خودکار نسبت به آن محیط احساس بیزاری و بیگانگی دارد.
خانم سوکی در آغاز ورودش به آلمان از زود بسته شدن مغازه‌ها و فقدان سرویس به مشتریان بسیار شاکی بود، ولی او به تدریج فهمید که غر زدن به او کمکی نمی‌کند و شروع کرد به آلمانی یاد گرفتن، آن هم تنها و به صورت خودآموز. او می‌گوید حالا می‌توانم حرف مردم را بفهمم و خود من می‌توانم خواسته‌هایم را بیان کنم. به خاطر همین ترسم رفته و زندگیم قدری بهتر شده. در حال حاضر او می‌تواند به 2 فرزندش در درس و مشق کمک کند. طبعا فرزندانش مشکل هویتی دارند، زیرا نه احساس آلمانی بودن دارند و نه ژاپنی بودن. در همین رابطه او میگوید ولی بهتر است والدین رفتاری بی‌طرفانه داشته باشند و مشکلات را از آنچه هست حادتر نکنند. خانم سوکی نه تنها احساس می‌کند که عضوی از جامعه است، بلکه احساس می‌کند که با آن جوش خورده است. او به آلمانی‌ها به خاطر گشاده نظری و آسانگیری در برابر بیگانگان ارج می‌گذارد. از اینکه آلمانی‌ها مانند ژاپنی‌ها برخوردشان با دقت زمانی سختگیرانه نیست، خیلی خوشش می‌آید. او می‌گوید در آلمان هنگامی آدم از تأخیر حرف می‌زند که مثلا قطار 5 دقیقه دیر کرده باشد، در صورتی که در ژاپن از 15 ثانیه به بعد تأخیر محسوب می‌شود. واژه ژاپنی برای انتگراسیون، ادغام اجتماعی، به گونه‌ای نگرش خانم سوکی را توضیح می‌دهد. یو و وا از 2 علامت چینی تشکیل شده که اولی معنی جوش خوردن یا ترکیب شده است و دومی معنی هماهنگی است. درک ژاپنی‌ها از انتگراسیون را می‌توان در هماهنگی جوش خوردن تعریف کرد. بدون تردید، ژاپنی‌ها نیز در شهرهایی مانند دوسلدورف، پاریس، کوپنهاگ و لندن در جوامع موازی خود زندگی می‌کنند. جشن‌های ویژه خود را دارند، ساکی می‌نوشند، غذاهای ژاپنی می‌پزند و رسوم خود را دنبال می‌کنند. ولی وقتی آنها در خیابان هستند، روی ویژگی‌های خود پافشاری نمی‌کنند و ضرورتی نمی‌بینند که با ظاهر خود بر تفاوت‌ها و ویژگی‌هاشان تاکید کنند. ویتنامی‌ها، تایلندی‌ها و پروئی‌ها هم رفتاری مشابه دارند. زمانی که درباره مسائل خارجی‌ها یا انتگراسیون در اروپا بحث و گفتگو صورت می‌گیرد، این انسان‌ها مد نظر نیستند. خیر، همیشه فقط یک گروه خاصی از مهاجران در مرکز این بحث‌ها قرار دارد. گروه خاصی که اصرار دارد در عرصه عمومی و خصوصی ویژگی‌هایش را به نمایش بگذارد. فقط مسلمانان هستند که اصرار دارند پیشینه فرهنگی و دینی خود را در معرض دید همگان قرار دهند. هیچ گروه مهاجری به جز مسلمانان فرزندان خود را به دلایل مذهبی از شرکت در سفرهای مدرسه‌ای و درس شنا منع نمی‌کند. در انگلستان یک راننده اتوبوس مسلمان درست در حین کارش توقف می‌کند و در مقابل مسافران شروع به نماز خواندن می‌کند. یک خانم مسلمان که در دانمارک به عنوان مربی مهد کودک کار می‌کند، به دادگاه شکایت برده بود که چرا استفاده از برقه برای او ممنوع شده است. در برلین یک دانش آموز دختر مسلمان به دادگاه شکایت کرد که چرا مدرسه نمازخانه ندارد. در فرانسه کارگران مسلمان یک کارخانه خواهان این شدند که باید در سالن غذاخوری گوشت ذبح اسلامی شده پذیرایی شود. زمانی که این خواسته آنها برآورده شد، بعد خواهان یک بخش جداگانه در سالن غذاخوری شدند تا مبادا گوشت حلال در کنار گوشت ناپاک خوک قرار بگیرد. برابر نهاد واژه انتگراسیون به عربی اندماجون است، یعنی جوش خوردن. ولی جوش خوردن از منظر عمومی عرب‌ها بار بسیار منفی دارد و بیشتر به معنی حل کردن خود است. از نظر من بسیاری از مهاجران مسلمان مانند یک قطعه یخ می‌مانند و کل جامعه مانند یک ظرف آب است. حال می‌توان تصورش را کرد که برای حفظ شکل این قطعه یخ چه انرژی و نیروی عظیمی صرف می‌شود. همین باعث می‌شود که بسیاری از فرزندان مهاجر نتوانند یک رابطه مثبت با زادگاه خود برقرار کنند. ذهنیت طلبکارانه و حفظ یا دفاع از هویت اسلامی خود مانع شکوفایی توانایی اجتماعی آنها می‌شود و روز به روز بر انزوای آنها می‌افزاید. اینها چیزهایی هستند که از نظر من مهمترین پیش شرط‌ها برای افراط‌گرایی‌های احتمالی آینده هستند. در اروپا 3 شکل افراط‌گری در میان مهاجران مسلمان وجود دارد که اغلب با هم تداخل پیدا می‌کنند و همه آنها به اشتباه اسلامی خوانده می‌شوند. اول، محافظه‌کاری سنتی یا باستانی، یعنی گرایشی که عمدتاً در میان آن بخش از مهاجران مسلمان وجود دارد که از مناطق روستایی و پدرسالار به اروپا آمدند و از سطح آموزش بسیار پایینی برخوردارند و قوانین قبیله‌ای بر آنها حاکم است. این شکل لزوماً بر مبنای اعتقادات مذهبی استوار نیست. با این وجود، مذهب به عنوان یک وسیله برای حفظ این ساختارهای سنتی به کار گرفته می شود. خشونتی که در این فضا جریان دارد،
معمولاً علیه کشور مهمان سمتگیری ندارد. به عکس، وزن اصلی روی خشونت خانوادگی است و مرتدان خانوادگی قربانیان اصلی هستند، زیرا آنها انسجام و ثبات جماعت و ارزش‌های آن را به خطر انداختند. نمونه‌های این شکل از افراط‌گرایی، قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های اجباری است. این محیط به غایت محافظه‌کار از همه اعضای خود همبستگی بی‌قید و شرط طلب می‌کند و بر کنترل کامل اجتماعی و اخلاقی اعضای خود تاکید می‌کند. دوم، جوانانی که در محیط‌ها و ساختارهای فقرزده اجتماعی بزرگ می‌شوند، شدیداً مستعد گرایش ویژه‌ای از افراط‌گرایی هستند که من آن را فرار از واقعیت می‌نامم. در این موارد نه خانواده‌شان و نه کشور مهمان هیچ کدام توانایی فراهم کردن یک زندگی مناسب برای آنها را ندارند. سرخوردگی و نبود چشم‌اندازهای شغلی این جوانان را به سوی تشکیل باندهای بزهکار با ظرفیت خشونت‌های غیرقابل کنترل سوق می‌دهد. ما روزانه با این مشکل در محله نویکلن برلین، محله نوربرو در کوپنهاگ یا در مالمو سوئد، در بروکسل، در بیرمینگهام یا در محلات حاشیه‌ای پاریس روبرو هستیم. در اینجا نیز نقش مذهب تعیین کننده نیست، بلکه وضعیت اجتماعی علت این نابسامانی است. مذهب زمانی به یک عامل مهم در زد و خوردهای محله‌ای تبدیل می‌شود که مثلا جوانان ترک و مراکشی نه علیه یکدیگر بلکه می‌خواهند علیه روس‌های آلمانی‌ها متحد شوند. سوم، پیشتازگرایی مذهبی. این پیشتازان به طور کلی از انجمن‌ها و مجامع سنتی اسلامی فاصله می‌گیرند و خود را به عنوان طلایه‌دار یک انقلاب سیاسی مذهبی تعریف می‌کنند. ظاهراً این شکل از اسلامگرایی برای دانشجویان عرب و آلمانی‌های مسلمان شده جذابیت دارد. به محض اینکه افراد وابسته به این گرایش خود را از مناسبات خانوادگی جدا ساختند، نقطه عطف بیوگرافی، یک پروسه انزوا آغاز می‌شود و در این حالت به یک طعمه آسان برای گروه‌های افراطی مسلمان تبدیل می‌شوند. با این وجود باید بین گرایش‌های اسلامی سازی و تلاش‌های اسلامگرایی برای تدارک یک جهاد بین‌المللی تفاوت قائل شد. عملاً بسیاری از اسلامگرایان ترک در آلمان توهم اسلامی کردن اروپا را در سر دارند، ولی آنها فاقد یک برنامه منسجم و ابزارهای لازم هستند. بعضی از این سازمان‌های اسلامی ترک با ایجاد مانع در فرایند انتگراسیون و تشویق مسلمانان به انزوا و ایجاد جامعه بسته مسئله ساز هستند. ولی از سوی دیگر همین سازمان‌ها از زندگی مسالمت جویانه اعضای خود در آلمان بهره مند می‌شوند. به سخن دیگر، این سازمان‌های اسلامی یک سیاست دوگانه را دنبال می‌کنند، یعنی منزوی کردن جامعه مسلمانان در آلمان، ولی در عین حال تأکید بر مسالمت آمیز بودن رفتار مسلمانان. زیرا اروپا این امکان را به خوبی در اختیار آنها می‌گذارد که اعتقادات و مواضع افراطی خود را دنبال نمایند. یک ضرب‌المثل عربی می‌گوید آدم دستی را که غذا می‌دهد گاز نمی‌گیرد. به همین دلیل به ندرت افراط‌گرایان خشونت طلب در این سازمان‌های جا افتاده رشد می‌کنند، ولی همین سیاست دوگانه خطرناک است. زیرا از یک سو از اسلامی کردن اروپا حرف زده می‌شود، ولی از سوی دیگر گام‌های ضروری برای تحقق آن برداشته نمی‌شود. همین باعث می‌شود که بعضی از اعضای متعصب به تدریج از بدنه کنده می‌شوند و روند دیگری را طی می‌کنند. زیرا آنها دیگر تحمل این دوگانگی و وضع موجود را ندارند. از این زاویه می‌توان گفت که این سازمان‌ها نیز به گونه‌ای مسئول افراط‌گرایی اسلامی هستند. بر همه آشکار است که آمریکا بدبختی‌های بسیاری در جهان پدید آورده است. بسیاری از انسان‌ها در ژاپن، کره، ویتنام، شیلی، آرژانتین و کوبا قربانی سیاست‌های تهاجمی و خشن آمریکا شدند. ولی چرا فقط این مسلمانان هستند که در جنگ علیه آمریکا و غرب دست به عملیات انتحاری می‌زنند؟ نمونه دیگر اینکه بسیاری از مهاجران با مشکلات ژئوپلیتیک و بحران هویت روبرو هستند، ولی باز فقط این مسلمانان هستند که این کشمکش‌ها را با دیانت سازش ناپذیر یا خشونت پاسخ می‌دهند. بدون شک نباید علل خشونت و ترور را فقط در دین اسلام و قرآن جستجو کرد. ناآرامی‌های سیاسی، مشکلات اجتماعی و ساختارهای شخصیتی تروریست‌ها نبایستی از نظر دور شود. با این وجود نباید در این مسئله دین را تبرئه کرد، زیرا دین به تروریست این امکان را می‌دهد تا به یک جهان غیرواقعی گام بگذارد و به عمل سیاسی و محاسبه شده خود بعدی مقدس بدهد.
تعریف قرآن از کافر به عنوان حیوانی که فقط میتواند بخورد و لذت ببرد باعث می شود که کیفیت انسان بودن از کافر گرفته شود و بدین ترتیب هر گونه همدردی با او از میان برود. این تصور که عملیات تروریستی بخشی از نقشه و برنامه خدا است باعث می شود که تروریست به آسانی با جهان واقعی قطع رابطه کند و همه پلها را پشت سر خود خراب نماید. هر انسان در جهان مدرن امروزی که بخواهد کلام کتاب مقدس خود را به عنوان کلام مطلق خدا بنگرد و آن را سرمشق و دستورالعمل زندگی خود قرار دهد، این انسان یک بنیادگراست. ولی این انسان از نظر مسلمانان مؤمن تعریف می شود. اگر مسلمانان در جهان امروز فقط یک اقلیت کوچک می بودند، برخورد دیگران با آنها مانند یک فرقه می بود. زیرا آنها در بسیاری نکات اساساً فرقی با شاهدان یهوه ندارند. این تفکر مطلق گرایی باعث شده که مسلمانان چندگانگی و نسبی گرایی حاکم در کشورهای اروپایی را نتوانند تحمل کنند. ولی مسلمانان سکولار نیز در برابر این مطلق گرایی مصون نیستند و ظرفیت بازگشت به دیانت سنتی را در خود دارند. کسی که نقش مذهب را در فرایند بنیادگرایی تروریست‌های احتمالی نیویورک، مادرید و لندن مطالعه کرده باشد، متوجه می شود که این انسان‌ها دوران کودکی و نوجوانی خود را در مدارس قرآن طی نکرده، بلکه با زندگی غربی از نزدیک آشنا بودند. در ضمن آنها به هیچ وجه فقیر، عقب مانده، بی‌سواد، بی‌تجربه و ساده نبودند و زندگی خود را در انزوای مذهبی سپری نکرده بودند. اینها کسانی بودند که بسیاری چیزها تجربه کرده، مهاجران دنیاهای گوناگون بودند و سرانجام به واسطه عدم امنیت و انزوا به سازمانهای افراطی پیوستند. همه آنها پیش از آنکه به سوی تروریسم گام بردارند، اهداف و چشماندازهای متفاوتی در مقابل خود داشتند. در مرتبه نخست، انگیزه اصلی عملیات تروریستی آنها مذهب نبوده است، بلکه در مرحله بعد بود که مذهب برای مشروعیت بخشیدن به تروریسم به کار گرفته شد. یک پدیده دیگر در مورد این افراد قابل تشخیص است. آنها اغلب کسانی هستند که یا تازه به اسلام گرویدند یا مسلمانانی هستند که دین را دوباره برای خود کشف کردند. هیچ یک از این دو گروه اساساً در ساختارهای مذهبی تربیت نشده بودند، بلکه پس از تحمل سرخوردگی‌ها یا فشارها به دین پناه بردند. ظاهراً تازه مسلمانان و باز مسلمانان برای پذیرش دیانت افراطی و خلوصگرایی اخلاقی استعداد زیادی دارند. یک روحانی مسلمان در قرون میانه به نام امام شافعی یک بار نوشت: اگرچه با مؤمنان رابطه‌ای ندارم، اما آنها را دوست دارم، ولی از گناهکاران با اینکه در بسیاری از گناهانشان سهیم هستم متنفرم. شکی نیست که تروریست‌ها نمایندگان همه مسلمانان در جهان نیستند، ولی میتوان از طریق آنها شکاف و سردرگمی فرهنگی یک نسل از جوانان مسلمان را مشاهده کرد. اشتیاق به نوع زندگی غربی و فرهنگ مصرفی از یک سو و گرایش به ایدئولوژی اسلامی و انزوای خود از جهان. از این یک ترکیب انفجاری پدید می آید که تروریست اسلامی را پر و بال می دهد و به نظر من دلیل اصلی زوال جهان اسلام است. انسان‌هایی که از ترس آلودگی هویت فرهنگی خود همه درها را به روی خود می‌بندند و یا توانایی کنار آمدن با ارزش‌های بیگانه را ندارند، به سراشیب انزوا می‌غلطند و در همین راستا تماس با زندگی روزمره اروپایی کمتر و کمتر می‌شود و به همان نسبت نیز توانایی انطباق اجتماعی آنها نیز کاهش می‌یابد. به همین دلیل تنش‌های درونی به قوت خود باقی می‌مانند. طبعاً این انسان‌ها دیگر به آسانی نمی‌توانند از پس فشارهای فزاینده و انتظارات اجتماعی برآیند یا آنها را فرو کاهند. آنها ترجیح می‌دهند به جای حل این مشکلات آنها را بر جهان پیرامون خود فرا فکنند. یک اسلام ساختگی و تخیلی مبنای پاسخ خشمگین آنها به وضعیت اجتماعی موجود می‌شود و توسط آن می‌خواهند همه درگیری‌های ژئوپلیتیک و نابسامانی‌ها را توضیح دهند. حملات نیویورک، مادرید و لندن به روشنی نشان می‌دهد که این پاسخ‌های خشمگین می‌تواند چه اشکالی به خود بگیرد. ولی عملیات تروریستی الاقصی، بالی، استانبول، دارالسلام، قاهره، جربه، کراچی، بغداد و کابل نشان می‌دهد که این خشم در مرتبه نخست خود جوامع اسلامی را از درون متلاشی می‌کند. نباید فراموش کرد که اکثریت قربانیان این 14,000 عملیات تروریستی که اسلامگرایان در سالهای اخیر انجام داده‌اند خود مسلمانان بودند.
هاویبو.com. بدعت‌گذاری به منزله یک شانس یا گفتمان پسا قرآنی. یک چترباز بر اثر طوفان کنترل خود را از دست داد و در نقطه دوردست بر درخت بزرگی فرود آمد. تا کرانه‌های دوردست از وجود انسان خبری نبود. ناگهان چون معجزه‌ای از هیچ یک مرد خوشپوش ظاهر می شود. چترباز گیر افتاده در شاخ و برگ درخت فریاد می زند: آهای، می توانید لطفاً به من کمک کنید؟ من کجا هستم؟ مرد خوشپوش پاسخ داد: حتما با کمال میل. شما روی درخت هستید و اول باید پایین بیایید. موفق باشید. مردی روی درخت پرسید: شما پژوهشگر اسلام هستید؟ جناب با تعجب پاسخ داد: بله، ولی از کجا فهمیدید؟ چترباز گفت: اولا چیزی را که خودم میدانم به من پس میدهی، ثانیاً دانستن تو هیچ کمکی به من نمی کند، ثالثاً کفر آدم را در میآوری. پژوهشگران اسلام با واژه اصلاح تأمین معاش می کنند، به خصوص وقتی در پس این واژه اسلام قرار گیرد. چون در جهان امروز ترکیب اصلاح اسلام آهنگی بسیار سکسی دارد، ولی این اصلاحگران بیش از 100 است که نتوانستند اصلاحات ضروری را جا بیاندازند. مصونیت دین مانع بزرگی بر سر راه آنهاست و همین موجب می شود که تلاش‌های آنها مانند قطرات آب در کویر شنی محو شود. اصلاحگرایان اسلامی مانند بنیادگذاران مذهبی نیز مسحور قرآن هستند. زمانی که تروریست‌ها در کتاب مقدس به دنبال توجیه خشونت خود هستند و آن را پیدا هم می‌کنند، لیبرال‌های اسلامی نیز به دنبال آیه‌های آشتی‌جویانه می‌گردند تا بدین گونه همزیستی مسالمت آمیز را نوید بدهند. هر دو دسته به این ترتیب بر مرجعیت و اتوریته کتابی تاکید می‌کنند که برای نیازهای یک جماعت پیشامدرن در قرن هفتم به وجود آمده و جایگاهی در سده 21 ندارد. این اصلاحگرایان فاقد این پیگیری و شجاعت هستند که قدرت را از قرآن سلب کنند و آن را از دستور کار گفتمان سیاسی خارج نمایند. کلیسای کاتولیک نه تنها خود را از درون اصلاح کرد، بلکه به واسطه فشارهای وارده از خارج خود را تغییر داد. تازه پس از آنکه کلیسا قدرت خود را از دست داد، از موضع ضعف نقش نوین خود را در جامعه بازاندیشی کرد. همین فرایند را باید قرآن طی کند، یعنی برای اینکه یک تعبیر تاریخی انتقادی از اسلام امکان پذیر شود، باید ابتدا قرآن را به مثابه کلام تغییرناپذیر خدا، کلام الله، زیر علامت سوال برد. کسانی که خود را اصلاحگر می‌نامند تلاش می‌کنند برداشتی متناسب با زمان از قرآن ارائه دهند تا از این راه به جهان مدرن نقب بزنند. آنها همواره بر این تاکید می‌کنند که حاضر نیستند استقلال سنتی و فرهنگی خود را قربانی نمایند. همین کار را بن لادن هم می‌کند. او نیز خود را از برداشت سنتی قرآن که تمرد علیه حاکمان را ممنوع می‌کند رها ساخت. او از طریق تأویل قرآن موفق شد جهاد را از یک امر حکومتی به یک امر خصوصی تبدیل کند و کشتار جمعی شهروندان را توجیه کند. او نیز از دستاوردها و فناوری‌های مدرن استفاده می‌کند بدون آنکه روح نهفته در آن را بپذیرد. اصلاحگرایان اسلامی در راه پله بین شرق و غرب می‌رقصند. آنها کسانی را که در پایین هستند نمی‌بینند و کسانی که در بالا هستند چیزی از رقص آنها مشاهده نمی‌کنند. آنها با مدرنیته لاس می‌زنند، دوست دارند بدون استفاده از کاندوم با مدرنیته یک سکس عنان گسیخته داشته باشند، ولی از آن آبستن نشوند. آنها رقصان یک گام به پیش می‌گذارند و 2 گام به پس می‌نهند و با شیوه 1 گام به پیش 2 گام به پس خود این توهم را به وجود می‌آورند که یک نقد پویا از اسلام در جریان است. یک بخش از آشفته فکری‌ها و رکود در جهان اسلام را باید به همین اصلاحگران اسلامی نسبت داد. اصلاح طلبان سیاسی نیز چیز بیشتری از اصلاحگران دینی عرضه نمی‌کنند. مبارک همواره در حال تغییر کابینه خود است. هیچ کس هم در این میان نمی‌داند که معیار او برای عزل یا نصب وزیران چیست. اغلب وزیران که نه کارآمد هستند و نه نزد مردم محبوب، 10 سال در مقام خود می‌مانند، مانند وزیر فرهنگ که بیش از 25 سال در مقام خود ابقا شده است. ولی اکثر وزیران اصلاح طلب پس از ارائه برنامه اصلاحی خود فوراً صحنه سیاست خارج می‌شوند. مانند وزیر سابق امور اجتماعی خانم عطلاوی که برنامه‌ای برای بیمه‌های اجتماعی 250,000 مصری که در فقر مطلق زندگی می‌کنند پیشنهاد کرده بود. نخست وزیر سابق که تقاضای خانم وزیر را رد کرد، در این مورد گفت:
در مصر هیچ آدم فقیری وجود ندارد. در عوض پول در نظر گرفته توسط خانم وزیر در بورس سرمایه گذاری شد. در تغییر کابینه بعدی خانم وزیر از لیست حذف شد و به این ترتیب به همه حالی شد که فقط آن وزیری میتواند در مقام خود ابقا شود که وفادار باشد و نه به دنبال ابتکار و نوآوری. به همین دلیل مسئولان سطح بالا از برنامه‌های نوین پرهیز می‌کنند و به الگویی برای کارمندان ارشد و غیر ارشد خود تبدیل می‌شوند. هیچ کس هم جرئت نمی‌کند که اخبار بد به حاکم یا رئیس خود بدهد یا او را با ایده‌های جدید بیازارد. رئیس جمهور سابق مصر انور سادات قصد داشت در سالهای 70 سده 20 پس از حاکمیت رئیس جمهور سوسیالیست ناصر دموکراسی را به تدریج در جامعه به اجرا درآورد. او حزبی به نام مصر تأسیس کرد که خودش رئیسش بود. به همین دلیل توانست در اولین انتخابات اکثریت مطلق را در مجلس به دست بیاورد. سادات مدتی بعد این حزب را ترک کرد و به حزب ملی پیوست. به همراه او همه نمایندگان و اعضای حزب مصر به حزب جدید رفتند و این حزب جدید بلافاصله اکثریت را به دست آورد. حزب مصر دیگر وجود ندارد، در صورتی که حزب ملی بیش از 14 دهه است که بلا منازع حکومت می‌کند. اصلاح طلبان سیاسی تصور می‌کنند که دموکراسی یعنی قانون اساسی و قانون انتخابات و نیروهای اصلاح طلب مذهبی همه بدبختی‌ها را از تعبیر اشتباه قرآن می‌دانند. به نظر من اصلاح به معنی پاره کردن آن زنجیری است که یک نظام خشک را حفظ می‌کند. این زنجیر تشکیل شده از فرهنگ رسوب کرده قبیله‌ای، وفاداری مذهبی به حاکم، اخلاق جنسی دروغین و سوادآموزی ناکارآمدی که به جای برانگیختن عقل و خرد همان ساختارهای منسوخ فکری را تقویت می‌کند. این به اصطلاح اصلاح طلبان فقط به این بسنده می‌کنند که این زنجیر را با رنگ دلخواه خود تزیین کنند و بعد آن را به نام تغییر به مردم بفروشند. آنها بر زخم ناشی از سرطان مرهم می‌گذارند ولی جرأت نزدیک شدن به غده را ندارند و از مهمترین پرسش‌ها می‌گریزند. به همین دلیل به نظر من آخرین شانس برای اسلام آشتی با آتئیسم بیخدایی است. زمانی برای بدعتگزارانی که خواهان خنثی کردن قرآن و به جریان انداختن یک تفکر نوین هستند فرا رسیده است. در اینجا به هیچ وجه خواهان آن نیستم که مردم از دین و ایمان خود دست بردارند و یا بخواهم بر سر قرآن و پیامبر یک جدل راه بیاندازم. ما نباید علیه قرآن باشیم و نه له آن، ولی می توانیم یک معامله بکنیم. این بی‌انصافی است که ما محمد و قرآن را از منظر امروزی یعنی سده 21 به لحاظ اخلاقی قضاوت کنیم. درست از همین زاویه منطقی باز بی‌انصافی است که ما زندگی روزمره خود را در این سده طبق تصورات اخلاقی سده 7 تنظیم نماییم. درباره آشتی با بیدینی منظور من این است که هر دو دیندار و بیدین به طور مسالمت آمیز در کنار یکدیگر بتوانند زندگی کنند بدون آنکه یکدیگر را طرد نمایند. پیش از تأسیس دولت اسرائیل بن گورین گفت ما زمانی یک کشور یهودی خواهیم داشت که پلیس یهودی و فاحشه یهودی داشته باشیم. تا آنجا که به اسلام مربوط است ما زمانی میتوانیم یک جامعه مدنی مسلمان داشته باشیم که بیدینهای مسلمان بدون ترس و خطر در خیابان ظاهر شوند و بتوانند عقاید خود را بیان کنند. امروز ما بر بدعتگزاران خود لعنت می‌فرستیم ولی در آینده از آنها سپاسگزاری خواهیم کرد. اولین گام در فرایند تغییر را من اصلاح نمی‌نامم بلکه آن را یک اعلام ورشکستگی با برنامه نامگذاری کردم. پس از آنکه فرهنگ اسلامی اعلام ورشکستگی کرد و به این شناخت رسید که چرا ورشکسته شده است، شاید بتوان آنگاه یک فرایند نوین را آغاز کرد. اعلام ورشکستگی یعنی اینکه اگر اسلام می‌خواهد راهی به آینده بگشاید، باید فرهنگ اسلامی خود را از بسیاری بارهای سنگین تاریخی رها سازد. این فرهنگ باید با بسیاری از تصاویر و تعاریف خود وداع کند. تعریفش از خدا، درکش از زن، تصویرش از جهان، تصویرش از دشمن و سرانجام الگوهای تاکنونیش. تبعیض جنسی جلوی خلاقیت را می‌گیرد و نیروی خلاق نیمی از جامعه را به نابودی می‌کشاند. به همین دلیل باید این تبعیض جنسی از میان برود. تصویر مسلمانان از دشمن باعث شده که مسلمانان همواره نقش و قربانی به خود بگیرند و به کمکاری‌ها و کوتاهی‌های خود ساخته نیندیشند و به جستجوی راه حل نپردازند. اصلاح تاریخ خود و پایه‌ریزی یک درک نوین از تاریخ
یعنی به جای خودستایی تاریخی، تاریخ را بر مبنای خرد ارزیابی کردن و این باید در نظام آموزشی وارد شود. در اینجا ضروری است که قدرت سیاسی حکومت را از دین و فرهنگ قبیله‌ای جدا کرد تا بتوان به شکلی از دولت مدرن دست یافت. ممکن است پرسیده شود خب دیگر از فرهنگ اسلامی به جز ویرانه چه چیزی باقی خواهد ماند؟ کاملا درست است، ولی ویرانه ها هم می توانند کارکردی مثبت داشته باشند، مانند کوه المپیا در مونیخ. وقتی دوران دبیرستان را طی می‌کردم، از هیچ درسی به اندازه فیزیک متنفر نبودم. از دیدگاه آن روزهایم، فیزیک یک رشته فرمول‌های بی سر و ته درباره انرژی، ترمودینامیک و حرکت اتم بود که به درد هیچ انسانی نمی‌خورد. ما در مدرسه اجازه نداشتیم آموخته‌های خود را در آزمایشگاه تجربه کنیم، ولی با این وجود می‌توانستم از پس امتحانات فیزیک به خوبی برایم. چون من برای یاد گرفتن فیزیک همان روشی را به کار می‌بردم که برای یاد گرفتن قرآن انجام می‌دادم. حفظ کردن بدون فهمیدن. به هنگام نوشتن این کتاب متوجه شدم که از طریق تاریخ، فلسفه و جامعه شناسی هیچ روزنه امیدی برای جهان اسلام نمی‌توانم بگشایم و به همین دلیل به خود جرأت دادم که نقبی به جهان فیزیک بزنم. اگرچه در پایان دوباره به فلسفه باز خواهم گشت. در ترمودینامیک اصل دوم انتروپی نظریه گرمایی وجود دارد. این نظریه میگوید که انرژی مکانیکی را میتوان به طور کامل به انرژی گرمایی تبدیل کرد، ولی عکس آن صادق نیست. با شناخت محدود خود توانستم بفهمم که انرژی مصرف نشده از بین نمیرود، ولی در یک وضعیت بی‌نظم و آشوبمند قرار میگیرد. در همین رابطه قوانین ترمودینامیک به ما می‌آموزند که در هر سیستمی امکان یک تغییر پیش‌بینی ناپذیر نهفته است. اپیکور قصد داشت به دانش آموزان خود در آتن بیاموزد که چرا نباید از خدایان و مرگ ترسید. او برای دانش آموزان خود یک نمونه از جهان فیزیک آورد تا نشان بدهد چگونه فرد می‌تواند از سرنوشت یا سیستم بسته جامعه خود بگریزد و تابع آن نباشد. طبق نظریه اپیکور، جهان از بی نهایت اتم تشکیل شده است که طبق قوانین فیزیک در فضای خالی سقوط می‌کنند. اگر همه اتم‌ها سازگار با این قانون عمل کنند، هرگز با یکدیگر برخورد و اصابت نکرده و این جهان حسی که ما می‌شناسیم پدید نمی‌آمد و حس‌پذیر نمی‌شد. فقط با انحراف یا خروج اتم‌ها از مدار است که تماس و تصادم آنها با یکدیگر امکان پذیر می‌شود و سرانجام به پیدایش اجسام منجر می‌گردد. بعدها لوکرتیوس فیلسوف نظریه اپیکور را گرفت و آن را قاعده گریزی نامید. اینکه چگونه و تحت چه شرایطی اتم‌ها از مدار خود خارج می‌شوند هنوز توضیح ناپذیر است، ولی ظاهراً بسته بودن سیستم خود علل ایجاد چنین انحرافات یا قاعده گریزی میباشد. در اینجا میتوان به جای اتم فرد را جانشین کرد و به جای نیروی جاذبه که اتم‌ها را در مدار نگه می‌دارد جامعه را قرار داد. فرقی نمی‌کند که یک سیستم تا چه اندازه خشک و تغییر ناپذیر جلوه کند. احتمال تغییر از درون همواره وجود دارد. حتی اگر این تغییرات یا قاعده گریزی به شکل‌گیری یک جسم یا یک پدیده ملموس فیزیکی منجر نشود. فروپاشی شوروی را فقط میتوان از این طریق توضیح داد. نظام عربی اسلامی به عنوان یک سیستم بسته به منزله خالق قاعده گریزان یا دگر اندیشان عمل می‌کند. اینها در برابر نظم موجود مقاومت می‌کنند ولی لزوماً یک تغییر اساسی را پدید نخواهند آورد. بخشی از سر لجبازی به مقاومت روی می‌آورند، بخشی قاعده گریزی خود را به عنوان یک رسالت می‌بینند و بخشی دیگر شاید اصلا ندانند که قاعده گریز هستند. به هر رو تعداد افرادی که در جهان اسلام جرأت جهش‌های بزرگ را دارند و تعادل نظام را به هم می‌زنند، حداقل برای کوتاه مدت کم نیست. بدعت‌گذارانی مانند ابن وراق و خانم آیان هرزیالی و منتقدانی مانند نشرا کلک و وفا سلطان را میتوان جزو این قاعده گریزان دانست. فشار دردآوری که نظام بر این انسانها وارد میساخت، آنها را مجبور کرد که از مدار اجتماعی به بیرون بپرند. این واقعیت که آنها علیه نظام برخاستند، تغییری در این واقعیت نمیدهد که خود آنها جزوی از آن نظام بودند و شاید هنوز هم هستند. در یک نکته میتوان این قاعده گریزان را با ناراضیان شوروی سابق مانند الکساندر سولژنیتسن، زینوویف و ساخاروف مقایسه کرد. آنها نه تنها شهامت خروج از نظام سرکوبگر را داشتند، بلکه توانستند اعمال ننگین این نظام را به جهانیان نشان بدهند.
سولژنیتسن با کتاب خود مجموع الجزایر گولاگ خشونت‌های گوناگون رژیم کمونیستی را در اردوگاه‌های کار گزارش کرد و توانست چشم و گوش بسیاری از چپ‌های اروپا را که توهم سوسیالیسم واقعا موجود را در سر می‌پروراندند باز کند. زینویف نیز با نقد خود از استالینیسم موی دماغ نظام کمونیستی شد و به همین دلیل در سال 1978 از او سلب تابعیت شد. او در غرب نه تنها علیه خشونت فیزیکی نظام می‌نوشت، بلکه بر جنبه‌های مثبت کمونیسم که به گونه‌ای تکیه‌گاه درونی او بودند انگشت می‌گذاشت. از نظر زینویف، سولژنیتسن یک آرمانگرا بوده، در صورتی که مردم شوروی برخلاف سولژنیتسن واقع‌گرایان بستر زندگی روزمره بودند که چیزی بیش از ثبات و کار نمی‌خواستند. از این رو مردم شوروی قربانی نظام نبودند، بلکه قربانی بی‌تفاوتی خودشان بودند. ولی یک چیز ناراضیان مسلمان یا مسلمان سابق را با ناراضیان شوروی گذشته متفاوت می‌کند. ناراضیان روسی باعث شرمساری و آبروریزی نظام شدند و آرامش آن را به هم می‌زدند. نوشته‌های آنها نه تنها به دست روشنفکران غربی می‌رسید، بلکه در دسترس بسیاری از شهروندان روسی قرار می‌گرفت و باعث توهم‌زدایی آنها می‌شد. آن زمان سولژنیتسن، زینویف و ساخاروف هم برای غربی‌ها می‌نوشتند و هم برای هم‌میهنان خود در شوروی، در صورتی که ابن براق، خانم آیان آلی و خانم کلک تقریباً فقط برای غربی‌ها می‌نویسند و کتاب‌های خود را اساساً به زبان‌های اروپایی منتشر می‌کنند. بحث‌هایی که آنها راه می‌اندازند به ندرت به دست آن انسان‌هایی می‌رسند که نیازمندترین هستند، یعنی مسلمانان در کشورهای اسلامی. اگرچه این افراد در غرب به عنوان افراد برجسته و مهم مشهور هستند، ولی تقریباً هیچ کس آنها را در کشورهای اسلامی نمی‌شناسد. در خود کشورهای اسلامی نیز تعداد زیادی از این قاعده‌گریزهای خودجوش وجود دارد. در این راستا اتفاقات زیادی در این کشورها رخ می‌دهد. بسیاری از تابوها در ادبیات شکسته می‌شود و بسیاری از ژورنالیست‌ها این اجازه را به خود می‌دهند که با وجود خطرات نظام را به نقد بکشند. ولی هنوز نمی‌توان از یک جنبش سخن به میان آورد. این قاعده‌گریزان نقش آفرینان پراکنده‌ای هستند که هنوز نتوانستند خود را در یک شبکه سامان بدهند. در مارس 2010 یک خانم اهل عربستان سعودی خود را برای شرکت در یک مسابقه داستان نویسی در ابوظبی معرفی کرد. این مسابقه ادبی از محبوبیت بسیاری برخوردار است و آن را می‌توان در شکل و وسعتش با آلمان در جستجوی بهترین ستاره مقایسه کرد. وقتی او داستان خود را در مقابل داوران که همه مرد بودند خواند، در حقیقت یک شکوایه دلیرانه‌ای علیه جایگاه زن در کشورش که به زن با عنوان ملک مرد یا حیوان خانگی نگاه می‌کند عرضه نمود. این خانم با دادخواست خود میلیون‌ها انسان در جهان عرب را که برنامه را زنده دنبال می‌کردند به فکر واداشت. وبلاگ نویس مصری وائل عباس این خطر را به جان خرید که خشونت‌های روزانه را که در پاسگاه‌های پلیس علیه متهمان صورت می‌گیرد در اینترنت منتشر کند. البته او به همین دلیل در مارس 2010 دستگیر و به زندان محکوم شد. سومین نمونه شاعر و ژورنالیست لبنانی خانم جمانه حداد است که از سال 2008 یک مجله منتشر می‌کند که بیش از انقلابیگری‌های متعارف است. این مجله مصور جسد نام دارد و فقط به موضوعاتی می‌پردازد که با پیکر انسانی مرتبط هستند. سلامتی، هنر و مناسبات جنسی. بسیاری این مجله را به عنوان یک مجله پورنوگرافیک مورد حمله و نقد قرار می‌دهند. زیرا بدون پرده پوشی درباره مسائلی مانند همجنسگرایی یا خودارضایی حرف می‌زند. به همین دلیل کیوسک‌ها مجاز نیستند این مجله را آشکارا بفروشند. این مجله اکثراً به صورت آبونمان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد و توسط پست به همه کشورهای عربی فرستاده می‌شود. می‌توان حدس زد که بیشترین مشتریان در کدام کشور هستند؟ درست است، عربستان سعودی. بزرگترین بدعتگذار در جهان اسلام فیسبوک نام دارد. او بزرگترین دموکرات نیز هست. درست چند ماه پس از به راه انداختن این شبکه اجتماعی، مصر پس از آمریکا بیشترین کاربران فیسبوک را به خود اختصاص داد. در اکثر کشورهای اسلامی بسیاری از جوانان معتاد اینترنت هستند. آنها درباره دین و سیاست گپ میزنند، پورنوگرافی نگاه میکنند، موسیقی بیوس نولز گوش میدهند و طبعاً پیام‌های بن لادن را هم گوش می‌دهند یا می‌خوانند. بنیادگرایان نیز اینترنت و فیسبوک را کشف کردند. در این اثنا اخوان المسلمین ویکی‌پدیای خود را به راه انداخته است.
بزرگترین گروه‌ها در شبکه فیسبوک متعلق به موعظه‌گران مذهبی مانند قرضاوی و عمرو خالد هستند. طبعاً صفحه فیسبوک محمد پیامبر اسلام در این شبکه اجتماعی بزرگترین گروه را تشکیل می‌دهد. اینترنت بیماری روانگسیختگی را در جهان اسلامی به خوبی بازتاب می‌دهد. بیشترین کلیک صفحات پورنوگرافی در جهان در پاکستان، ایران و مصر صورت می‌گیرد. همزمان با آن، ایدئولوژی جهاد نیز به صورت آنلاین رونق می‌یابد. کاربران لزوماً از گروه‌های اجتماعی گوناگون نیستند. اکثراً همان کسانی که سایت‌های مذهبی را کلیک می‌کنند، بازدید کنندگان سایت‌های پورنوگرافی هم هستند. فقط اینترنت است که توانسته هم فتواها را اشاعه دهد و هم بدعت‌گذاری‌ها را ممکن گرداند. یک وبلاگ پرخواننده در اینترنت جمعیت آتئیست‌های عرب است. قطبی شدن جوامع اسلامی رو به افزایش است و جوانان برای سمتگیری خود دست و پنجه نرم می‌کنند. طی 3 سال اخیر در خیابان‌های قاهره صحنه‌هایی دیدم که نشان می‌دهد چگونه یک نظام دست کم در کوتاه مدت به طور خودجوش تغییر می‌کند. در پاییز 2007 برای گردش با یک دوست به مرکز قاهره رفتم و شاهد صحنه‌ای بودم که فقط در کشوری مانند مصر می‌تواند اتفاق بیفتد. عصر جمعه بود و خیابان‌های خرید آنچنان مملو از مردم بودند که داشتم دچار ازدحام هراسی می‌شدم. این پرسش که این توده عظیم چگونه می‌تواند 3 وعده غذا در روز به دست آورد و اساساً امور یک شهر مانند قاهره چگونه پیش می‌رود، مرا حسابی به خود مشغول می‌کرد. طبق همه محاسبات و ارزیابی‌ها این شهر باید مدت‌ها پیش در هم فرو ریخته می‌شد. ناگهان داد و فریاد یک زن را شنیدم. اشرف، پسرم، اشرف! یک مادر جوان شهرستانی با ناامیدی به دنبال پسر بچه 3 ساله‌اش می‌گشت که او را در میان این انبوه جمعیت گم کرده بود. مادر پشت سر هم فریاد می‌زد. ناگهان سکوت بر خیابان چیره شد. هیچ کس حرکت نمی‌کرد و همه شروع کردند نام بچه را صدا زدن. برای اولین بار احساس کردم که به این توده عظیم تعلق دارم و به همراه دیگران فریاد می‌زدم. اشرف، اشرف! احساس کردم که سرنوشت این بچه به گونه‌ای با سرنوشت خود من و بقیه مردم گره خورده است. پلیس برخلاف همیشه که دیر میرسد، زود رسید، ولی مأموران پلیس کار زیادی نمیتوانستند بکنند و آنها نیز مانند بقیه مردم نام بچه را صدا میزدند. چند دقیقه‌ای گذشت تا فریادهای مردم به خیابان موازی که بچه در آنجا بود رسید. یک مرد جوان بچه گریان را دید. سرانجام فریادهای پیدا شدن بچه که حدود 600 متر آن طرفتر بود از طریق مردم به گوش مادر رسید. جمعیت راه را برای مرد جوان که دست بچه را گرفته بود باز کرد. بچه در آغوش مادر قرار گرفت و مادر اشک شادی می‌ریخت. هلهله‌ها و فریاد شادی باور نکردنی از جمعیت حاضر برخاست. همه کسانی که آنجا بودند شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته بودند. این قاهره است و این نیز مصر است. در پایان ژانویه 2010 مصر قهرمان جام باشگاه‌های فوتبال آفریقا شد. میلیون‌ها مصری به خیابان ریختند و تا صبح به جشن و شادی پرداختند. ظاهراً همه مقررات اجتماعی برای یک شب برداشته شد. زنان نه فقط اجازه داشتند که به تنهایی تا پاسی از شب بیرون بمانند، بلکه با شادی و شعف در خیابان‌ها می‌رقصیدند. تا بعضی از آنها روسری خود را برداشتند و آن را در هوا تکان می‌دادند. در چشمان آنها میشد دید که جوانان تا چه اندازه آرزوی آزادی دارند و دوست دارند در زیبایی‌ها و خوشی‌های زندگی سهیم باشند. با دیدن چهره‌های خوشبخت این جوانان با خود فکر کردم، کسانی که اهرام مصر را ساختند، حتما مصریان پرشور و شوقی مانند این مردم بودند که کشورشان را دوست دارند. ولی در این میان چه اشتباهی رخ داده است؟ آیا فقط این نظام دیکتاتوری است که سد راه آنها شده؟ یا آن لایه ضخیم غبار است که راه عقل و ادراک آنها را بسته است؟ شاید لازم باشد که ما فقط این جمله لودویگ برنز را در قلب خود حک کنیم. از دست دادن یک جنون آدم را بیشتر خردمند می‌کند تا رسیدن به یک حقیقت. روشنگری بنا به درک کانت نقطه آغاز خروج انسان از نابالغی عقلانی خود است. نابالغی یا نارسایی عقلانی زمانی پدید می‌آید که آدم عقل خود را به کار نیندازد و نیازمند هدایتگری و ارشاد دیگران باشد. روشنگری ولی لزوماً به معنی زدودن و از میان برداشتن مذهب نیست. روشنگری یهود به ابتکار یک فیلسوف دینی به نام موسی مندلسون آغاز گردید که شعار اصلی او آموزش بود. روشنگری در اسکاندیناوی برخلاف فرانسه علیه کلیسا سمتگیری نکرد،
بلکه توسط یک کشیش به نام نیکولای فردریک سورینگ گروندویک به جریان افتاد که در دانمارک اولین مدرسه عمومی را پایه‌گذاری کرد. نقطه آغاز روشنگری گروندویک یک پرسش سلایه بود. انسان بودن یعنی چه؟ چه نقشی انسان در جامعه و جهان ایفا می‌کند؟ شعار اصلی گروندویک برای روشنگری این بود: اول انسان، بعد مسیح. آموزش برای همه، سازماندهی کشاورزان در اتحادیه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی که بعدها در پایه‌گذاری احزاب سیاسی کارگری مبنا گرفت، از دستاوردهای او بود. اینها سنگ بناهایی بودند که گروندویک برای مدرنیزاسیون دانمارک و سوسیال دموکراسی گذاشت و پایه امروزی همه دولت‌های رفاه کشورهای اسکاندیناوی را تشکیل می‌دهد. جهان اسلام نه تنها به قاعده گریزانی که خود را منزوی می‌کنند و نظام را ترک می‌کنند نیاز دارد، بلکه به کسانی مانند گروندویک نیاز دارد که در سیستم باقی بمانند و مانند اسب تروا در سیستم نفوذ کنند. ما به روحانیانی نیازمندیم که ابن رشد، کانت و اسپینوزا را خوانده باشند و مساجدی لازم داریم که در آنها نه تنها زنان مجاز باشند در کنار مردان عبادت کنند، بلکه امکان داشته باشند به مقام روحانیت برسند. ما به شجاعت بیشتر و کلام روشن نیازمندیم. اگر به من بود، شعار روشنگری را از مناره هر مسجد هر روز 5 بار به گوش مردم می‌رساندم. نترس، عقلت را به کار بگیر. بدرود شرق، یا آغازی برای یک عزیمت یا فروپاشی. روشنگری هرگز نمی‌توانست بدون دادن هزینه به دست آید. مدرنیزاسیون با کلمات جادویی مانند کنجد باز شو به دست نمی‌آید. کاملا درست است. ما در دوران دگرگونی‌های تاریخی قرار داریم که تنها مختص جهان اسلام نیست، ولی تا آنجا که به اسلام مربوط می‌شود، طبق ارزیابی من ابتدا یک فروپاشی روی خواهد داد. منابع نفتی رو به کاهش می‌روند، شرایط اقلیمی در منطقه بدتر می‌شوند و کشمکش‌های کهنه تجدید حیات می‌یابند. و همین عوامل روند انزوا را افزایش خواهند داد. افراط‌گرایان افراطی‌تر می‌شوند و آزادی‌خواهان آزادی‌خواه‌تر و این جبهه‌ها در برابر یکدیگر سرسختانه‌تر از گذشته صفارایی خواهند کرد. ظاهراً راه مدرنیزاسیون از کجراه اسلامگرایی کامل می‌گذرد، ولی حاکمان شبه سکولار در جهان اسلام و متحدان غربی آنها توانایی هضم این کجراه را ندارند. آنچه در الجزایر پس از پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مجلس و ابطال نتایج انتخابات رخ داد، ممکن است در کشورهایی مانند مصر، مراکش، تونس و اردن اتفاق بیفتد. جنگ داخلی در الجزایر، کشمکش‌ها در پاکستان، عراق، سومالی و سودان فقط یک مشت از آن خرواری است که در راه است. جنگ‌های مذهبی که اروپا را در چرخش سده‌های میانه به سده‌های نوین به مرز نابودی کشاندند و بعدها از درون آن فرایند یک بازاندیشی آغاز گردید، در جهان اسلام بین سنی و شیعه، بین نیروهای سکولار و مذهبی روی خواهد داد. پایان این جنگ فرهنگی نشان خواهد داد که آیا پیامد این برش زمانی یک فروپاشی است یا آغاز گامی به پیش. تغییرات اقلیمی در منطقه به این کشمکش‌های ایدئولوژیکی دامن خواهد زد و فشاری دوگانه را بر مردم آن وارد خواهد کرد. منابع طبیعی رو به کاهش باعث گسترش درگیری‌های ایدئولوژیکی خواهد شد. عقب ماندگی علمی در جهان عرب و وابستگی به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد مانع از آن شده که کشورهای عربی به موقع به تأثیرات گرمایش زمین بیاندیشند و برای مقابله با پیامدهای فاجعه‌بار آن گام‌های ضروری بردارند. با اینکه این منطقه پر آفتاب‌ترین منطقه جهان است، انرژی‌های خورشیدی یا بازیافتی نقشی در آن ایفا نمی‌کنند. مصرف افسار گسیخته بدون توجه به محیط زیست و بدون یک برنامه متعادل کننده ادامه دارد. از بین بردن فضاهای طبیعی سبز و ساختن مجموعه‌های عظیم و هتل، آن هم درست در کنار سواحل، فقط راه اندازی صنعت انبوه بی‌در و پیکری است به نام توریسم که بیانگر تجاوز مستقیم به محیط زیست و اختلال شدید در نظام اکولوژیک میباشد. برخورد بی‌تفاوت و تقدیرگرانه و فقدان یک برنامه پایدار و آینده نگرانه باعث شده که مشکلات محیط زیست در جهان عرب به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شود یا اصلاً موضوعیت نداشته باشد. سالیان سال در کشورهای عربی با پژوهش‌های اقلیمی به مثابه موضوعی لوکس برخورد می‌شد و آن را مسئله خاص کشورهای ثروتمند غربی می‌پنداشتند.
مدت کوتاهی پیش از آخرین اجلاس محیط زیست در کوپنهاگ در آغاز سال 2010 نتیجه نخستین پژوهش‌های هشداردهنده این کشورها درباره تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر خاور نزدیک منتشر شد. اگر این پژوهشگران درست گفته باشند، نابودی قطعی جهان عرب فقط یک پرسش زمانی است. بر اساس نتایج تحقیقات مجمع پژوهش‌های محیط زیست و توسعه که مقر آن در بیروت است، بخش‌های بزرگی از قلمرو حاصلخیز کشورهای عربی از لبنان تا عراق به دلیل کمبود آب تا پایان همین سده از میان خواهند رفت. نتایج این پژوهش می‌گوید که تمام منطقه در کوتاه مدت تا میان مدت آینده غم‌انگیز و تاریک خواهد داشت. در حال حاضر کشورهای عربی 10% کل زمین‌های کشاورزی جهان را دارند، در صورتی که فقط 1% کل ذخایر آب شیرین را صاحبند و این مقدار تا سال 2050 بسیار کمتر خواهد شد. نتایج پژوهش‌های مجمع در پایان سال 2009 در یک کنفرانس که با پلاکارد بزرگی بر آن نوشته شده بود ما نمی‌توانیم نفت بنوشیم اعلام گردید. نتیجه این تحقیقات این بود که باید تولید نفت کاهش یابد و راه انرژی‌های بازیافتی در کشورهای عربی گشوده شود. با اینکه کشورهای نفتخیز خلیج در آینده بار پردرد این تغییرات اقلیمی را به دوش خواهند کشید، ولی آنها به ویژه عربستان سعودی سرسختانه در برابر این پیشنهاد مقاومت به خرج دادند. یکی دیگر از پیامدهای گرمایش زمین بالا رفتن سطح آب دریاست که تا پایان سده 21 آنچنان افزایش خواهد یافت که زندگی در بخش‌های بزرگی از امارات متحده عربی، کویت و قطر به طور جدی به خطر خواهد افتاد. همچنین 12 تا 15% دلتای نیل در مصر دیگر برای کشاورزی بی‌مصرف خواهد شد که پیامدهای مرگباری برای اقتصاد مصر در پی خواهد داشت. در حال حاضر کشمکش بین مصر و اتیوپی و کنیا به دلیل سدهایی که دو کشور اخیر بر بالای نیل خواهند زد در حال حاد شدن است، زیرا این سدها تامین آب مصر را به طور جدی به مخاطره خواهند انداخت. کشت پنبه و غلات نیز به همین خاطر شدیداً ضربه خواهد خورد. نویسندگان این پژوهش بیم آن دارند که تولید مواد غذایی در کل مناطق عربی تا حدود 50% کاهش یابد. افزون بر این، بسیاری از استراحتگاه‌های توریستی در کشورهای عربی آسیب خواهند خورد، زیرا وخیم‌تر شدن شرایط اکولوژیکی و افزایش هوای گرم باعث می‌شود این منطقه جذابیت خود را برای توریست‌ها از دست بدهد. اگر کشورهای عربی پس از کاهش منابع نفتی درآمدهای خود را از صنعت توریسم نیز از دست بدهند، شاید اقتصاد بیمار این کشورها دیگر هیچگاه نتواند بهبود یابد. یک اقتصاد کاملا نوین متکی بر فناوری پیشرفته باید شکل بگیرد تا منطقه را بتواند نجات بدهد. ولی با توجه به ساختار آموزشی و علمی در جهان عرب باید با تردید به این تغییرات آینده نگرانه نگاه کرد. یک چنین گذاری با گام‌های بلند را به سختی بتوان از پیکر سنگین اسلام انتظار داشت. مطالعات اقلیمی پیشبینی می‌کند که آب اردن شدیداً رو به کاهش خواهد رفت. امری که موجب خواهد شد کشمکش بین اسرائیل، اردن و مناطق فلسطینی اشکال فاجعه آمیزی به خود بگیرد. البته باید توجه داشت که تغییرات اقلیمی برای جهان عرب دیگر یک سناریو برای آینده نیست. این پدیده همکنون رخ داده است. هارالد ولستر در کتابش جنگ‌های اقلیمی دلایل جنگ در سده 21 می‌نویسد: کویر در کشور سودان طی 40 سال اخیر نزدیک به 100 کیلومتر در بخش شمالی آن کشور پیشروی کرده است. مقدار بارش طبق گزارش سازمان محیط زیست سازمان ملل متحد به طور میانگین سالانه 5% کاهش می‌یابد، یعنی کاهش 70% برداشت غلات. سازمان ملل پیشبینی می‌کند که سودان در 10 سال آینده همه مناطق جنگلی خود را از دست خواهد داد. به اعتقاد ولستر، علت اصلی جنگ داخلی در این منطقه همین تغییرات اقلیمی هستند که بیش از 50 سال کشمکش بین مردم شمال خشک‌زده و جنوب حاصلخیز را دامن زده. جان صدها هزار انسان را گرفته و بیش از 5 میلیون نفر بیخانمان به جا گذاشته است. فقط 2 میلیون از این بیخانمانان در دارفور اسکان داده شدند که جزو فقیرترین مناطق جهان هستند. طبق نظر کارشناسان 30 سال دیگر برکت نفت، آفت نفت در کشورهای عربی پایان میرسد. با تمام شدن نفت و منابع مالی وابسته بدان، نه تنها کشورهای خلیج در تنگنا خواهند افتاد، بلکه همه کشورهای اسلامی که وابسته به پول کارگران خود در آن کشورها هستند، این فشار را با گوشت و پوست خود حس خواهند کرد.
در حال حاضر فقط 5 میلیون مصری در عربستان سعودی امرار معاش می‌کنند. این کارگران مهمان مجهز به ایدئولوژی‌های وهابی بدون داشتن یک چشمانداز برای آینده به وطن خود باز خواهند گشت. باید دید که این بازمهاجران روی تعادل اقتصادی و اجتماعی در کشورهای خود چه تأثیراتی خواهند داشت. کویرها و جمعیت رشد می‌کنند. نفت، آب و غذا در حال کاهش است. نتیجه این معادله یک ترکیب انفجاری است که می‌تواند هر دولت ملی را تضعیف کند. در چنین شرایطی دولت انحصار قدرت را از دست خواهد داد و همین می‌تواند باعث گسترش ناآرامی‌ها و هرج و مرج شود. به این وضعیت باید درک آشتی‌ناپذیر مسلمانان نسبت به غرب و دانش مدرن افزوده شود، چیزی که همکنون در بسیاری از کشورهای عربی قابل مشاهده است. همه این عوامل متاسفانه دال بر این دارد که این پیشبینی درست است. جهان عربی اسلامی زوال خواهد یافت. 2 اصل بر زندگی و طبیعت حاکم است: تنوع و انعطاف. هر کس که علیه این 2 اصل باشد، دیر یا زود برای همیشه از بین می رود. مدت هاست که جهان اسلام علیه تنوع و انعطاف عمل کرده است و به همین دلیل در هم فرو خواهد ریخت. فقط پند اشپینگل را می توان آویزه گوش کرد. باید زوال فرهنگ خود را خونسردانه زیر نظر گرفت. دلایل آن را بدون هیجان و هیاهو تحلیل کرد و آنچه هنوز قابل نجات است نجات داد. از ویرانه‌های تمدن اسلامی میبایستی کوهی ساخت که انسان‌ها بتوانند و فراز آن به جهان بنگرند. مانند فوکوزاوا یوکیچی ژاپنی که گفت بدرود آسیا، تا ژاپن را در مسیر مدرنیزاسیون هدایت کند، مسلمانان نیز مجبورند بگویند بدرود شرق تا بتوانند خود را نجات دهند. فقط بیم آن دارم که این بدرود هیچ نوآوری معنوی بیرون نیاید و حاصل آن فقط بزرگترین کوچ مردمان در تاریخ باشد. زیرا زوال جهان اسلام بدان معناست که موج مهاجرت به سوی اروپا سرازیر خواهد شد، یا درهای اروپا به روی مهاجران جدید باز خواهد شد، یا می‌گذارند که آنها در دریای مدیترانه غرق شوند. اروپا توانایی انجام هیچ یک از این 2 مورد را ندارد، نه به لحاظ اخلاقی و نه اقتصادی. مسلمانان جوانی که از فقر و تروریسم فرار می‌کنند، مشکلات جوامع خود را به اروپا انتقال خواهند داد. با اینکه برای این مهاجران بحران زده اروپا یک روزنه امید است، ولی با این وجود آنها نمی‌توانند به آسانی خود را از آن تصویر و تعاریفی که از دشمن در ذهن دارند رها سازند. آنها به قاره‌ای مهاجرت خواهند کرد که از آن متنفرند و آن را مسئول بدبختی‌های خود می‌دانند. نه نهادهای دولتی اروپایی و نه مهاجران مسلمان مقیم اروپا هیچ کدام قادر نخواهند بود به این مهاجران جدید برای انتگراسیون کمک کنند. خشونت خصوصی سازی شده که توأم با زوال دولت‌های آنجا متحقق می‌شود به اروپا نیز منتقل خواهد شد. گناهان بیشمار غرب و کوتاهی‌های جهان اسلام در سده‌های گذشته دوباره به طور ناقرینه در برابر هم قرار خواهند گرفت و رویاروی خواهند شد. اگر جهان اسلام واقعاً زوال یابد، آنگاه پیشبینی اشپینگلر درباره زوال مغرب زمین نیز به حقیقت خواهد پیوست. این روی دیگر جهانی شدن است. دوران سختی در انتظار ماست، هم برای مردمان این سوی دریای مدیترانه و هم سوی دیگر آن، و زمان به سرعت می‌گذرد. جنگل‌ها خواهند سوخت و دود به سوی آسمان خواهد رفت، ولی درختان جدید در همانجا سبز خواهند شد. فرهنگ‌ها به وجود می‌آید و محو می‌شوند، مانند قلعه شنی در ساحل دریا، ولی دریا می‌ماند و امواج آن همیشه خواهند آمد و خواهند رفت و تفاوتی نمی‌کند که قلعه شنی در ساحل چه شکل و چه شمایلی داشته باشد. مجله اینترنتی آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayabooth.com